خدا رحمت کنه آسد میتی طباطبایی میگفتش که رفتم تو حرم امام رضا دیدم هر کی ظاهری داره از امام رضا چیزی میخواد. گفتم آقا اینا همه چیزی میخوان ازت، من خودم هر واقع میام همینجوری بودم. امروز اومدم یه کاری من برات انجام بدم. هر کسی رو اولین نفری که دیدم هر مشکلی داشت من براش مشکلش حل کردم. گفتم همینجوری با امام رضا صحبت میگم یه آدم کچل بود خیلی ترتمیز کنارم داره گریه میکنه، خیلی متشخصه. منم میشناختم مردم. به این آقا بغلی گفتم آقا چیزی شده، مشکلیه. گفت آقا چیزی نیست. گفت گریه میکرد. چند لحظه پلوش واسم گفتم آقا چیه؟ چرا انقدر بیقراری؟ گوجی کارم دست مردم حل نمیشه. گفتم حالا به من بگو. گفت آقا من چوب فروشم. واسه میتونی تو دلم گفتم خب اینجا اینو چیکار کنم؟ گفتم خب. گفت چوب از روسیه آوردم رو دستم مونده ماه‌هاست، چکام رسیده، آبروم در خطر. واسه میتی من درد کردم باش، صحبت کردم باش، گفتم ان شاء الله امام حل میکنه، ان شاء الله درست میشه. خوب جایی بخچه دلتو باز کردیم. گفت دستش گرفتم با هم دیگه میومدیم، مردم هم گفت ما رو میشناختن، سلام و پرسی. کم کم بیرون به سمت بیرون گفت یه بنده خدایی رسید به ما از این هیئتیا هیئت‌دارا. گفت واسه میتی جلسه اومدی چند وقت پیش، هدیه‌ای که ما برات گذاشتیم کنار رو یادمون رفته بود بدیم همرام فلان همچی چیزی. گفتیم داد به من. نوه واسه میتی برام تعریف میگه واسه میتی هیچ وقت هدیه‌ای که بهش میدادن تو جلسه نگاه نمی‌کرد. نگاه کردنش مشکل نداره، من خودم از واسه میتی پرسیدم. منظور میگم اینشون اینجوری البته نیازم نداشت چون خب بعضی مالشم خوب بود، سرشناسم بود. اون روز میگه واسه میتی من این پاکت رو نگاه کردم 70000 تومن توش بود مثلا. حالا رقم من میگم رقمی که بوده نمیدونم. و یه مبلغی پوله اینجوری. گوشم میگه تو جیبم. کامیشون پایین داشت قدم میزنم راه میرم شدم مشکل چقدر هست؟ چوبا چقدر میارزه؟ و همینجوری گفتم من به موضوع چیزی گفتم دیروز بپرسم. گفت آقا 100000 تومن مثلا. گفت فکر کردم من خب اینا تجارت داشتن و کاسبی داشتن، فکر کنم تو بانک 20000 تومن پول نبود. آقا چوبا مال من. میخوام چیکار اومدیم برای امام رضا؟ من قول دادم به امام رضا یه گره از کاره. آقا چوبا مال من، اینم انبار 2-3 روز دیگه بیا چوبا رو بریز تو. گفت باشه آقا دردت نمیخوره، کسی بازار چوب نیست. گفتم آقا ما به امام رضا تعهدی کردیم بریز خون. گفت چوبا رو ما هم گفت ماها و سالها گذشته یادم رفت، چوب فروش نبودم که چوب میخوام چیکار کنم، یادم رفت گذشت. گفت خونه بودم، گفت موقع ما مشهد ساکن بودیم، دم خونه ما که از علمای بزرگی کش. گفتم آقا قربون تو بفرمایید تو اومد تو سلام و پرسی فلان. واسه میتی چیکار کردیم؟ گفت مثلا فراموش کردم قصه چیه، سالها گذشته بود. گفتم آقا هیچ چیکار کردم؟ چی شده؟ چیزی بدی کسی چیزی گفته حرفی زدم رو منبر؟ گفت نه ما چند ماه برای ذریح امام رضا دنبال چوب میگردیم، بیچاره شدیم، همه کشور رو گشتیم. دیشب علی ابن موسی رضا اومد تو خوابم گفت سید مهدی خریده. آسد مهدی چوبات چند؟ گفتم داداش چوب فروشی نداریم. همه یه زندگیم فدای امام رضا، اینا رو خریدم بشه ذریح علی ابن موسی رضا.